شما یک سوال بسیار جالب و مطرح کردینی که همین روند انتخابات امریکا بسیار مختلف است. او چیزی که به ما و شما به نام دموکراسی در افغانستان وانمود شده بود اصلا او چیزا نیست. دموکراسی در امریکا با یک شخص اجازه میده که حتی یک سال پیش، یک و نیم سال پیش یا حتی 18 ماه پیش و در یک بعض اوقات 2 سال پیش یک نفر میتونه خود کاندید کنه با یک چوکی، با یک ریاست و با یک مقام صدارت که در شامل مربوطات حکومت است، حکومت فدرال. پس این برمیگرده کلا به خود شخص که در کدام زمان و در کدام موقع تصمیم میگیره که گویا بر پابلیک سرویس بپیونده. پس به اون لحاظ دلیلی که من خواستم اینجا از جامعه امریکن افغانای ما شما اینجا یک کم گفتار و علایق انسانی صورت بگیره به این خاطر بود که ما هم خواستم در این انتخابات که خانم پلوسی یک وقت رئیس پارلمان امریکا که نمیخواست دیگه اینمی شهر یا اینمی منطقه به نام سان فرانسیسکو را نمایندگی کنه، پس من خواستم که این بار این مسئولیت بزرگ به دوش بگیرم، خاصتا به خاطر او افغانای عزیز ما که در این مملکت به دنیا آمدن و متاسفانه هنوز در این صحبت کردن محالشان نیست. هنوز اینا به اساسات زبان پی نبردن متاسفانه. پس چی برسه به اساسات دین و تدین و بالاخره انسانیت و بالاخره اسم والای افغانیت. پس انسانی که به خود مفتخر نیست همیشه مثل یک الکترون در گردش است و هیچ وقت از هسته و از تمدن و از الهیات و از اون مسائل درونی که بین انسان ها و بین افغان ها مطرح است هیچ وقت با خبر نمیشه.